به نام خداوند جان آفرید، سخن اندر زبان آفرید. جناب پیغمبر علیه السلام در حدیثهای خود می‌فرماید کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی. اصلا راعی گفته انسان پاسبان نگهبان میگویند. پیامبر خدا صلی الله علیه و در این حدیث توجه ما و شما را بر یک چیز میکنه که میگه کل شما همه شما راعی هستی، نگهبان هستی. کلکم راعی و کلکم مسئول، و همه شما مسئول هستی از چی؟ از هر چیزی که در ته دستی شما هستند. مقصد پدر و مادر از فرزنداش فردا روز قیامت در نزد پروردگار پرسیده می شود. شوهر از بالای زنش در نزد پروردگار پرسیده می شود که زن تا چیکار نکرده، اهمیت ندادی. هر کس، هر رئیس، هر کسی که در ته دستش کسی که کار میکنه از اون فردا روز قیامت در نزد پروردگار پرسیده میشه. به همین خاطر بهترین پدر همون پدری است که وقت جدا میکنه برای تعلیم و تربیت فرزندش. بهترین شوهر هم همون شوهری است که وقت جدا میکنه برای تربیت زنش، به خاطر که فردا از این پرسیده میشوی.